انسان‌ها در همه دوران تاریخ منتظر ظهور منجی یا موعود بودند. تقریباً در همه ادیان و مکاتب هم به ظهور منجی آخر الزمان بشارت داده شده. در دین زرتشت که بین ایرانیان تا قبل از ظهور اسلام رایج‌ترین باور بوده، از سوشیانس به معنی رهادهنده یاد میشه که قراره به همه جهان منفعت و خیر برسونه. در مورد تولد سوشیانس هم جزئیات جالبی مطرحه. اینکه از طرف پدر و مادر نسبتش به زرتشت میرسه و مادرش بعد از غسل در آبهای پاک اون رو باردار میشه و در پایان جهان به دنیا میاد. اون دارای نیروی آسمانیه که به همین واسطه همه مردم دیندار میشن و زشتکاری‌های اهریمن نابود میشه. ماشیح منجی موعود یهودیته. هرچند در متون مقدس یهودیت به 3 چهره موعود یعنی حضرت مسیح، حضرت محمد و حضرت منجی آخر الزمان اشاره شده، اما منجی موعودی که یهودیان دنیا به اون باور دارن و به انتظار آمدنش خودشون رو آماده میکنن، ماشیح یا مسیحه. مسیح به معنای کسی که به وسیله خداوند برای پادشاهی غسل داده شده و یهودیان رو به سرزمین موعودشون برمیگردونه. یهودیان بین این مسیح و حضرت عیسی مسیح تفاوت قائلند و معتقدند که در پایان حکومت آخرین ظالم یک کرنای آسمانی به صدا در میاد و منجی سوار بر ابرها با گروهی از ملائکه در آسمان دیده میشه. در اون زمان مردگان زنده میشن و همراه با زندگان و نیکوکاران به مسیح میپیوندند. اما عیسی مسیح همون موعودیه که مسیحیان به ظهور و رجعتش به زمین باور دارن و در آخر الزمان، یعنی زمانی که دانش نهانی و باطن انسانها آشکار میشه، ظهور میکنه و 1000 سال حکومت میکنه. جزئیات ظهور مسیح بین مذاهب و فرقه های مختلف مسیحیت متفاوته، اما همشون معتقدن که مسیح از مادری پاک زاده شده و روح القدس در کالبدش دمیده شده و همانطور که به آسمان ها رفته از اونجا به زمین رجوع میکنه و بشریت رو نجات میده و ملکوت خدا رو روی زمین تجسم میبخشه. به همین دلیل در متون مقدس به مسیحیان توصیه شده خودشون رو پاک و دلهاشون رو از پرخوری و اندیشه های دنیوی خالی نگه دارن تا همیشه برای ظهور منجی آماده و شایسته همراهیش باشند. در بین هندوها کالکی موعودیه که در آخر الزمان ظهور میکنه. زمانی که همه دنیا رو تاریکی و ظلم پر کرده، کالکی سوار بر اسبی سفید و با شمشیری آخته ظهور میکنه تا ظالمان جهان رو نابود کنه و عدالت و فضیلت رو حاکم کنه. میتریه به معنای مهربان منجی موعود بوداییانه. اون مردیه که برای نجات بشر از آسمانها به زمین میاد تا برای مردم رفاه و بهروزی بیاره و معنویت رو در همه جا منتشر کنه تا زمین بهشت گونه بشه. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به معنی هدایت شده، منجی بشارت داده شده در دین اسلامه. اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی به مسئله مهدی موعود اهمیت ویژه‌ای داده. جایگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اسلام به قدری اهمیت داره که بین مذاهب و فرقه های مختلف اسلامی بر روی اون اتفاق نظر وجود داره. اینکه در آخر الزمان که زمین پر از ظلم و ستمه، حضرت مهدی که از نسل حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم نام پیامبر اسلامه ظهور میکنه و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. پیامبر اسلام فرمودند که اگر از عمر دنیا 1 روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی کند تا مردی از اهل بیتم که هم نام من است بیاید و زمین را پر از عدل و داد کند.